کیر خر. خر وقت خودش هم نیست، ذکر خیرش هست. لشو واکن بچم تا ننتو نگاهیدم. بیا حلال زاده هم است. ببین کی اومده، کسکونتون جمع کنید که خره وارد میشود. گم شو برو بیرون خر کله کیری. نه پدر، اگه خره نبود و اژدها به 7 روش سامورایی تا دسته نمیگایید من نجات پیدا نمیکردم. تیرخور جنی یا بدمش بخورده. های یه چیزی بیار بخورم تا تو هم نکردم. خب فیونا از شوهرت راضی هستی؟ راستش معلومه که راضیه، به من میگن شرک 20 سانتی. فکر کردی منی؟ کره خر. ولی به نظر من 20 سانت اصلا زیاد نیست، تازه کم هم هست. 20 سانت کمه؟ مگه میخوام باش بوکسلش کنم؟ به نظر من که این یارو هیچ چیلای پاش نیست. میخوای نشونت بدم؟ شنیدم زیگیل تناسلی هم داد. یا کیرم هم نیستی. اتل متل توتوله کیر نیست دودوله. بیا بندازیم رو میز. نه روی میز چرا؟ الان زیر میز میفرستمش بیاد سوراختو نوازش کنه. زیاد بلند پروازی بکنی پرات قیچی میکنم تا خروسای محلتانه است بذارن کونه. نه تا میگم دست میکنم تو کونت مثل جوراب برعکست میکنم. کیر کما خست دالگت.